سفر کردن را ناخودآگاه چیزی جدایی از زندگی کردن می‌دانم. شاید برای همین از زندگی نمی‌کنم. در جایی باید نشستن و علف خوردن و زیر سایبان ماندن امن در برابر آفتاب و باران. زندگی کردن چنین چیزی است. سفر کردن اما برهم زدن زندگی است. سفر کردن به مرگ بیشتر می‌ماند تا زندگی، زیرا که مرگ است که رفتن و گذشتن و رد کردن است. سفر کردن همان مردن از مرحله‌ای به مرحله دیگر است، اما زندگی ماندن است. کدام اینها زندگی است؟ ماندن یا رفتن؟ در میانه سالهای زندگی، آن زمانها که به سفر کردن گذشته، تکه‌های عجیب از زندگی است. چطور میتوان هم زندگی کرد، هم سفر کرد؟ آن زمانها که در سفر گذشته را آیا باید از شمار زندگی به در آورد و جدا حسابشان کرد؟ یا زندگی همان وقتها بوده؟ باقی وقتها، آن وقتها که سفر نکرده‌ام، آن زمانها که از مرحله‌ای به مرحله دیگر نمرده‌ام، آن زمانها چه نام دارند؟